سلام عرض میکنم خدمت تمامی همراهان گرامی. با تحلیل بازار کریپتوکارنسی اومدیم خدمتتون. پس ممنون میشم که حتما این پست رو لایک و سیو کنیم و در ادامه با ما همراه باشید. خب دوستان، چارت دامیننس تتر رو میبینین که در محدوده 4.80 هستش. خب من یک توضیحی درباره روند بازار بهتون توضیح بدم، روند گذشته بازار. خب سیاست‌های انقباضی که دولت امریکا اعمال کرده بود باعث ریزش بازار شده بود و در ادامه تورم رو کنترل کردن و باعث شد که بازارهای ریسکی مثل کریپتو رشدهای خوبی رو داشته باشن. خبرهای هول و هوش صندوق‌های ETF بیت کوین و هاوینگ بیت کوین باعث شد که بیت کوین بره و یک سقف تاریخی بزنه. خب در حال حاضر چون بیت کوین یه چارت مشخصی نداره که من برم اونو تحلیل کنم، یعنی فقط یه سقف زده و نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم و باید بریم از ابزارهای مثل فیبوناچی استفاده کنیم، دیگه من نمیرم ابزار فیبوناچی استفاده کنم. اومدم دامیننس تتر رو بررسی میکنم که دقیقاً مخالف جهت بیت کوین هستش. خب میبینین که دامیننس تتر در تایم ماهانه به یک محدوده حمایتی مهم میرسیده که بهش واکنش نشون داده. اگر دامیننس تتر در تایم فریم رو ماهانه چنین کندلیو که 4 روز مونده چنین کندلیو ببنده، ما میتونیم انتظار اصلاح در بازار کریپتو و بیت کوین رو داشته باشیم. اگه بریم تایم هفتگی هم مشاهده کنیم، هفتگی هم که این چنینه، تایم روزانه، خب میبینیم که دامیننس تتر میتونه حالا یه اصلاحی هم از همین محدوده بکنه، یعنی قرار نیست یک سره بره بالا، میتونه یه اصلاحی رو بکنه برسه به 4.35% و از اینجا اون رشد خودش رو ادامه بده که از این محدوده باعث ریزش بازار خواهد شد. خب اگه بریم بیت کوین هم با هم بررسی کنیم در تایم های بالاتر، میبینیم که در تایم روزانه بیت کوین داره یک محدوده رنج رو میسازه که کفش محدوده تقریبا 59,000 دلاری 60,000 دلاری هستش و سقفش محدوده تقریبا 73,000 دلاری هستش. خب بیت کوین حالا داخل این محدوده رنج میزنه تا زمانی که از یکی از این نواحی بشکنه. اگه از سمت بالا بشکنه میتونه بره بالا یه پول بک رو بزنه و افزایش قیمت، و اگه از سمت پایین بشکنه یه پول بک و ریزش. از هر سمتی بشکنه اندازه همین کانال افزایش کاهش قیمت خواهد داشت. اگه از پایین بشکنه تا محدوده 50,000 دلار و اگه از بالا بشکنه تا محدوده تقریبا فکر کنم 80,000 دلار افزایش قیمت، 89,000 دلار افزایش قیمت خواهد داشت. فقط دقت کنین دوستان، اون چارت تتر رو من دامیننس تتر رو براتون آوردم، اینو حتما دخیل کنین. حتما داده هایی که در هفته و ماهای آینده اعلام میشه میتونه روند مارکت رو تغییر بده. داده های PCI، داده های CPI میتونن به شدت روی بازارهای مالی تاثیرگذار باشن. امیدوارم که از این تحلیل نهایت استفاده رو کرده باشین و بهتون یه دیدگاه جامعی رو بده که در ماهای آینده بتونه براتون پولساز باشه. ممنونم که ما رو تحمل کردین. همیشه پرسود باشین.